این پهلوانی عادی نیست، بلکه در مکزیکو به این میگویند جنگ دو جنس، یعنی که در آن 3 زن پهلوان با 3 مرد به مراتب قوی هیکلتر از خودشان کشتی میگیرند. لوسیا اربینا یکی از این کشتیگیران است که با لقب ماه تابان یاد می شود. می خواهم متفاوت باشم، نمی خواهم مثل آنها باشم. من می خواهم از خانواده‌ام متفاوت باشم. من برای زندگیم چیز دیگری می خواهم و تصمیم گرفتم کشتیگیری کنم. در کنار متفاوت جلوه کردن، یکی از اهداف عمده دیگری از این نوع پهلوانی زنان برابری جنسیتی و داشتن حقوق برابر با مردان در مکزیکو است.